اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. بارا الها فقط تو را بندگی میکنیم، برای تو نماز میخوانیم و تو را سجده می نماییم و به سوی تو هر عمل نیکی را انجام می دهیم که به تو نزدیک شویم و به رحمت تو امیدواریم و از عذاب تو می ترسیم. هر آینه عذاب به کفار خواهد رسید. بارا الها از تو مدد می جوییم و آمرزش می خواهیم و برای تو ثنای نیک می گوییم و به تو کفر نمی ورزیم و به تو ایمان می آوریم و از کسی که به تو کفر می ورزد دوری می جوییم.